اول از همه شهادت بابای عزیز خود را و یاران بابایشان را و تمام امت مسلمه تبریک عرض می‌نمایم، خصوصا برای شما عزیزان و بزرگواران. دو کلمات برای دشمنان اسلام میگویم. شما چی فکر کردید با شهادت بابای عزیز من صدای این منبر خاموش می‌شود، صدای این زمزمه خاموش می‌شود؟ نه والله العظیم، قسم به ذاتی که جان من و جان تو در دست او است، راهشان را ادامه می‌دهیم. قدم به قدم ایشان را تعقیب می‌نماییم. برای تو عزیز می‌گویم غمگین نباش، این نباش، چون الله می‌فرماید ان الله معنا، الله همراه من تو. غمگین نباش ای برادر عزیز.